مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با بازی تاجیکستانی اکادمی علم‌های SSSR 12 ماه 10 سال 40. با بازی تاجیکستانی اکادمی علم‌های SSSR مکتوبی در 4 ماه 10 سال 40 با پوچت سپرده شده بازار رسید. خود مکتوب بی تاریخ و بی رقم بود. در جواب این مکتوب معلوم میکنم که در این نزدیکی ها مرا برای مشغول شدن در تحریر لغت روسی تاجیکی فرصت نیست. تمامی وقت من با دگوارها تا آخر فوریه بند شده است. اگر بیماری اگر به من وامی خورد روی دهد یا یگان کاری از نوبت بیرون ضرور که این گونه کار هم در هر ماه به من حواله شده می ایستد واقع شود، این کارها در مرد هم تمام نمی شوند. بنابراین من با هزار افسوس به بعض عرض می کنم که من بعد از این به کار تحریر مشغول شده نمی توانم. با کمال احترام و سلام، عینی صدرالدین. آدرس من سمرقند، اولیتسا لبیغار، دام نمر 103. از میرسعید میرشکر 11 اکتبر سال 1940. استاد محترم عینی، سیوز نویسندگان تاجیکستان از کمیسیه حکومتی آید به گذراندن دکاده صنعت خلق تاجیک طلب کرد که برای دکاده رسمی پورتریت کلاسیکای ادبیات تاجیک رودکی، ابوعلی سینا، ناصر خسرو و کمال خوجندی تیار کرده شود. کمیسیه حکومتی و اداره صنعت راضی شده به کار علمی سرکردنی هستند، ولی برای این راهبری جدی لازم است. دیروز در این باره به رفیق دهاتی مراجعت کردم. آن کس آرامانه گفت که بغیر از دامالله دیگر هیچ کس از عهده این کاری مسئول نمی براید. مصلحت دامالله را گرفتن در کار است. این که ما به شما مراجعت میکنیم و خواهشمندیم که راجع به این مسئله به ما یک راهبرنامه مفصل نوشته میفرستانید که در اینجا رسام‌ها در اساس آن به کار سر کنند. انتظار جواب هستیم. با سلام، میرشکر. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی.
نامه‌های افتخار برانگیز و هویت ساز استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. به میرسید میرشکر جواب عینی به مکتوب میرشکر 21 ماه 10 سال 40 سمرقند. رفیق میرشکر، با مکتوب 11 اکتبرتان به من یک خدمتی را حواله کردید که برای ادا کردن آن یا فالبین شدن در کار است یا خواجه خواببین. من هم در اجرای یک قسم آن خواببین می شوم. من هر وقت که یک کلاسیک را بسیارتر خوانم، قیافه او به یک شکل معین در خیالم تصویر می یافت. چنانچه در بچگی خود چند گاه من به خواندن عبدالرحمن جامی داده شدم. شکل او در خیالم یک آدمی بلند قامتی کمریش قاق خاکسار که لباسهای ساده دارد جلوگر شد. وقتی که بعضی نوشتجات زمانی او را دیدم، این شکل خیالیم از حقیقت بسیار دور نرفت. این شکل گاها در خوابم هم نمایان می گردید. من گمان می کنم که باید این شکل از تأثیر گفته های او پیدا شده باشد که از آهنگ سخنش و مضمون آن چیزی به من پیدا شده باشد. در هر حال این یک خیال خشک یا خواب محض چیزی دیگری نبود. حافظ شیرازی به نظرم یک آدم ژولیده موی و ریش شانه نکرده لباس دریده می نمود که این هم با تأثیر سخنان قلندرانه او پیدا شده بود. در این مورد هم من باید همین اصول را به کار برم. یکم، رودکی به نظر من یک آدمی بلند قامتی میانه گوشت ریشکلان روی پهن جلوگر می شود که سیمایش بسیار متناسب، رنگش گندمگونی به سرخی مایل، چشمانش کور، لباسش آزاده و تازه، در دستش دنبوره با استخوانی فلزینت داده شده می نماید. اگر حالت پیری رودکی نشان داده شود، باید او یک پیر زنده‌دل جوان طبیعت تصویر کرده شود. دوم، ابوعلی سینا. در خصوص ابوعلی سینا کار یک درجه آسانتر است. درباره قیافه وی در سال 1936 مطبوعات ازبکستان، از این جمله ژورنال گلستان، یک رسم برآورده بود که وی را البته خواببین‌های پیشتره ساخته بودند. بعض خواببین‌ها این رسم را رسم فیلسوف مشهور قدیم عرب ابن رشد هم می شمردند. در هر حال این رسم با اندک تغییر لباس و شکل رویش قیافه ابوعلی سینا شده می تواند. لیکن باید ابن سینا یک آدم میان سال و تا 50-55 تصویر کرده شده. او هم باید چشمانش آتشبار، پیشانش وسیع و سرش کلان کرده شود. سیوم، ناصر خسرو باید یک آدمی میان قامتی، برنج رنگی، ریش خرمایی کمگوشت تصویر کرده شود که در پا موزه، در سر کلاه پشتی برگی همان زمان و میانش با فوطه از روی بستگی باشد. در هر حال علامتی دربدری از لباسش نمایان گردد. باید موزهش موزه قدیمی شود که نوگش باریک شده به طرف روی خم کرده ایستاده باشد. چهارم، برای کمال خوجندی دور نمی رویم. شکل او را اگر به شکل حکیم کریم نزدیکتر کشیدن از حقیقت بسیار دور نمی شود. لیکن باید او یک ریش میانه، نه کلان نه خرد، ماش و برنج داشته باشد. جثه‌اش برابر حکیم کریم شود کفایه است. در هر حال مسئله لباس یک مسئله دشوار است. بنابراین من در این خصوص به موزه تاریخی دولتی ازبکستان که در سمرقند است مراجعت کردم. با کارکنان علمی و تاریخی آنجا در بالای این مسئله محاکمه کردیم. آنها به من خیلی مینیاتوره ها نشان دادند که خواببین های پیشتره شرق آنها را ساختند. در اینجا
شکل فردوسی و ابو علی سینا هم هست. هرچند فردوسی با شکل خیالی من نزدیک باشد هم، ابو علی سینا خیلی دور است، چون که او را به شکل یک آدمی ریشکلان 70 ساله کشیدند و حال آنکه ابو علی سینا در دنیا فقط 57 سال عمر دیده است. به زمین او بسیار آدمی پرقوت بود که از روی گفته خودش و شاگردانش او در یک شب و روز در وقت وفاتش با چندین عملیات طبی که آدمان عادی در یک باری وی هم طاقت کرده نمیتوانند تاب آورده است و اینچنین در قبول دواهای زور هم در وقت مردنش پرقوتی خود را نشان داده است. من نام در کجا و در کدام سال چاپ شدن یکی از آن مجموعه های مینیاتوری را نوشته گرفتم که به این مکتوب به شما میفرستانم. آن کتاب را شما می توانید که از کتابخانه دولتی استالین آباد یا از موزه و یا از بعضی تاجیکستانی اکادمیا یابید. اگر آن کتاب در آن جاها نباشد می توانید از لنینگراد برای استفاده موقتی هم باشد یک نسخه گیرید. در هر حال آن کتاب را یافتن و از مینیاتورهای وی درباره رودکی، ابو علی سینا و ناصر خسرو فایده بردن در کار است. بیشترین در خصوص لباس، اما شکل کمال خوجندی باید چنان که من تصویر کردم شود، لیکن سلش خوردی چپ و راست، لباس زیرینش از روی کرته قبا، یعنی یک لباس تنگتری که پیشش به تکمه های لنده رسمانی بسته شده باشد. لباس رویش هم باید تنگتر اما ساده و یک رنگ باشد. اگر رنگش چارمغزی باشد باز هم بهتر است، چون که در خیال من همین طرز می گذرد. بعد از تیار شدن زمینه های رسم یک بار به من فرستانید هم می شود، زیرا ممکن است که باز بعضی فکرها را علاوه کردن لازم شده ماند. به رفیقان سلام، با سلامی رفیقانه عینی. آدرس سمرقند، اولوچلبی غار، دام نمر 103 عینی. آدرس را تکرار کردن برای این است که هنوز شما با آدرس کهنه من خط فرستاده اید. خوب است که پشتچی های ما فرمالیست نیستند، وگرنه آن خطها را به من نمی آوردند. عینی. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب های استاد عینی را با شخصیت های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبیاند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. خلقی ما را دفتری عینی